به نام خدا. سلام و درود بر همه دوستان عزیز. من در میدان دام در شهر آمستردام پایتخت هلند این شانس رو داشتم که نمایشگاه کوچیکی از دوستانی که از ترکستان شرقی که از طرف چین سینکیانگ خونده میشه در مورد وضعیت خودشون و شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی ناگواری که دارند بازدیدی داشته باشم. برای من خیلی جالب توجه بود تلاش‌هایی که این گروه برای حفظ هویت خودش انجام میده و واقعا قابل احترام و ستایش هست و باید به اونها کمک بشه تا بتونن هویت خودشون رو حفظ بکنن. بین مردمان ترکستان شرقی و کلا سنترال آسیای مرکزی و ایران و کشورهای اطرافش مشابهت‌های فرهنگی و تمدنی بسیار زیادی هست و این کاملا به چشم میاد. من فکر میکنم که به هر حال ما به عنوان انسان، به عنوان مسلمان، به عنوان شرقی از هر جهت میبایست این تلاش رو داشته باشیم که با همین تعامل را هرچی بیشتر برای ارتقاء سطح زندگی و کرامت انسانی به خرج بدیم. پیروز باشید.